بسم الله الرحمن الرحیم. احسان زرقامی هستم از استان خراسان رضوی. در این جلسه قرار آشنا بشیم با نرم افزار وان نوت و همچنین آشنایی پیدا کنیم با محیط نرم افزار وان نوت. در مجموعه نرم افزار آفیس شما در کنار داشتن نرم افزارهایی مثل پاورپوینت، اکسل و امثال هم، یک نرم افزار دیگه ای هم هست به اسم وان نوت. نرم افزار وان نوت یک نرم افزار به شدت قدرتمنده برای یادداشت برداری، جمع‌آوری اطلاعات و حتی مدیریت پروژه های مختلف. این نرم افزار امکانات مختلفی رو بهتون میده، مثل یادداشت برداری دستی، تایپ، اضافه کردن تصاویر و صدا، حتی اشتراک گذاری با دیگران. نرم افزار رو اجرا میکنیم. نرم افزار وان نوت ساختاری شبیه به بقیه نرم افزارهای آفیس داره. سربرگ های هوم، اینسرت، دراو، هیستوری، ریویو، ویو و هلپ. شما یه بخش ها یا سکشن هایی دارید که اینجا قرار میگیرند. حالا آشنا میشیم با طریق ایجادشون و برگه هایی که در گوشه سمت راست یا سمت چپ بسته به تنظیمات اولیه‌ای که نرم افزار شما با اون اجرا میشه. این نرم افزار به راحتی میتونه جایگزین دفتر یادداشت‌ها و حتی دفترهای سنتی شما بشه و همیشه همراه شما باشه، با توجه به اینکه نسخه موبایلی هم داره و شما یادداشت‌های خودتون رو روی لپتاپ، پی سی انجام بدید و همیشه به عنوان یک دفترچه یادداشت کوچیک در نسخه موبایلی خودتون هم اونها رو داشته باشید. به عنوان مثال من این دفترچه یادداشت شخصی خودم رو بهتون نشون میدم. من با نسخه موبایلی این نرم افزار یه یادداشتی رو ایجاد کردم مال سال 97 و از اون تاریخ این یادداشت همچنان با من هست و همراه خودم دارم و استفاده میکنم. شما میتونید این نرم افزار رو راحت به یه دفترچه خاطرات زیبا تبدیل کنید و خاطرات خودتون اونجا بنویسید، یا حتی میتونید اینها رو به عنوان دفتر تکالیف دروس مدرسه خودتون مورد استفاده قرار بدین و تکالیفتون رو اونجا یادداشت کنید. تا جلسه بعد و آموزش بعدی، خدا یار و نگهدارتون.